شروع از امروز سنه 2 دکبر در تمام گذرگاه‌های سرحدی و فرودگاه بین المللی کارهای بی‌ضررگردانی و کارهای پروفیلاکتیکی وابسته به کرونا ویروس جانب کرده می شود، زیرا در دیگر منطقه های کشور همسایه این بیماری اوج دارد. متخصصان میگویند که هرچند رژه نقابی رسما اعلان نگردید، اما توصیه میدهیم که با نقاب گردند. احتمالیت خروج بیماری سرایتی وجود دارد. در ولایت سوغ وضع اپیدمیولوژی وابسته به کرونا ویروس معتدل است، اما کارهای پیشگیری از بیماری‌های سرایتی مخصوصاً کرونا ویروس جانب کرده شد، زیرا احتمالیت به قیدگیری کووید 19 و خروج این بیماری وجود دارد. پس از چند ماه توقف در جمهوری مردمی چین و کشورهای همسایه مخصوصاً ازبکستان کرونا ویروس به قید گرفته شده آن اوج می‌گیرد. از این رو مرکز نظارت دولتی سانیتری و اپیدمیولوژی در ولایت سوغ ساکنان را آگاه میکند تا در پیشگیری آن سهم گذارند. در دیگر دولت‌های دنیا خصوصا در خود خیتای، در روسیه، در دیگر دولت‌های همسایه سطح سرایتیابی به این بیماری زیاد شده ایستاده است و همه روزه به حدود ولایت سوغ زیاده از 1000 نفر می آیند و می روند برای آنکه در گذرگاه‌های سرحدی در فرودگاه متخصصان مرکز فعالیت می برند دوامی 24 ساعت و آنها را به قید می گیرند. خوشبختانه امروز در حدود ولایت سوغد اینچنین در حدود جمهوری تاجیکستان یگان حالت‌های به قیدگیری بیماری سرایتی کووید به قید گرفته نشده است. با وجود این هم از بس که وقتی سرما علاقه فرا رسید دیگر بیماری‌هایی که بیماری‌های به زکام مانند بیماری‌های شدید راه‌های نفس، التهاب شش چون هر ساله همه وقته این که بیماری‌های موسمی است روی به افزایش می‌نهند. از این لحاظ در بسیاری شخصان به ما مراجعت می‌کنند که با بیماری‌های شدید راه‌های نفس در آنها مشاهده کرده می‌شود و هرچند که در حدود ولایت به قید گرفته نشده باشد هم امروز معرکه گذرانی بر ضد بیماری کووید دوام دارد و علاقه تمام مردم تاجیکستان وایه چهارم این واکسن را گرفته ایستادند و همه این به خاطر پیشگیری این بیماری از بیماری سرایتی کرونا ویروس می باشد. آغازاً از سال 2022 تا امروز تنها در آزمایشگاه ویروسولوژی مرکز نظارت دولتی و سنتری اپیدمیولوژی ولایت سوغد بیش از 10,000 نفر ساکنان ولایت تشخیص سپاریدند. خوشبختانه تحلیل تشخیص ها موجود بودن کرونا ویروس را در شخص انکار کرده است و تا امروز حالت سرایتیابی به کرونا ویروس در ولایت سوغد و جمهوری تاجیکستان تصدیق خود را نیافته است. اصلا تحلیلگاه ویروسولوژی که در زمینه مرکزی نظارتی دولتی سنتری اپیدمیولوژی هست یگان روز فعالیتش را قطع نکرده است. همه روزه شخصان می آیند می سپارند برای که بیرون از حدود تاجیکستان می روند با آنها همین گواهنامه یعنی که معلومات نامه که در آنها کووید نیست ضرور است برای همین می سپارند. لیکن شخصانی بیمار که به واسطه در خود می خواهند این یا اون بیماری هست یا اینکه همین کووید هست یا نیست یعنی که بیماران یا گمانبران مراجعت نکردند. شروع از سنه 2 دکبر در گذرگاه‌های سرحدی و فرودگاه بین المللی کارهای نظارتی را پرزور می‌نمایند تا از سرایتیابی به کرونا ویروس پیشگیری کرده شود، زیرا همه روز صدها نفر ساکنان ولایت از کشورهای خارجی وارد ولایت می‌گردند و آن احتمالیت منبع بیماری و سرایتیابی به کرونا ویروس شده می‌تواند. نظارت پرزور کرده شده است. همه روزه متخصصانی نقطه های سنتری کرانتینی نوباداری شبانه روزی در نقطه های سنتری کرانتینی هم فرودگاه بین المللی شهر خوجند و هم نقطه های گذرگاه سرحدی دولتی در شهر ناحیه هم مرز گذرانیده می شود و هنگامی خطری واردات یا که پیدا شدن شخصانی گمانبر یا شبهه‌ناک به این سرایت سری وقت نمونه های مال شک از گلو و بینی گرفته می شود و تا به نتیجه تشخیصی مال شک ها شخصان مذکور یعنی گمانبران در جایهای مخصوص یا که ایزولیتورها نگاه داشته می شوند یا که
дар шароити амбулаторӣ яъне хона зери назорати табибони минтақавӣ қарор дода мешаванд. Инчунин он нафароне ки ба давлатҳое ки беморӣ ба қайд гирифта шудаанд ҳангоми гузар кардан ё рафтан пеш аз ҳама бо нишон додани гувоҳнома оиди гузарондани сертификатсия или ваксинатсияи зидди сирояти коронавирус ва дар ҳолати нишондоди ҳамон давлатҳо яъне намунаи молишак барои дарёфти сирояти коронавирус гузаронида мешавад ва баъдан ба давлати сафар дошта сафарбар карда мешаванд. дар вилояти Соғд реҷаи ниқобӣ ҷорӣ нест, аммо тавсия дода мешавад ки дар мавзеъҳои серодам ниқоб ба бар намоянд то саломатии худро на танҳо аз коронавирус балки аз дигар бемориҳои сироятӣ ҳифз намоянд. сироятшиносон ва духтурони эпидемиологҳо бошад иброз медоранд ки агар таби баланду сулфаро эҳсос кардед сари вақт ба духтур муроҷиат кунанд то аз авҷи беморӣ пешгирӣ карда шавад. гузориши Мафнуш Курванаимҷон Оюбов барои барномаи иттилоотии Хабар.